بیایید به مکتب برویم. روزی روزگاری در یک منطقه زیبا به نام گلستان کودکان زیادی زندگی می‌کردند، اما بسیاری از آنها به مکتب نمی‌رفتند و وقت خود را فقط به بازی می‌گذراندند. روزی یک معلم مهربان به نام لینا از یک شهر دیگری به این شهر آمد تا بفهمد چرا کودکان اینجا به مکتب نمی‌روند. وقتی آنجا رسید با یک خانم دیگری به نام زهرا ملاقات کرد. خانم گفت: سلام استاد، شما تازه به اینجا آمده اید؟ استاد گفت: بله، من آمدم تا بفهمم چرا بعضی از کودکان به مکتب نمی‌روند. زهرا گفت: اگر می‌خواهید من می‌توانم شما را کمک کنم. استاد در جواب گفت: خیلی خوب می‌شود، تشکر. خانم زهرا استاد را به پارک برد. در آنجا کودکان زیادی مصروف بازی کردن بودند. خانم زهرا گفت: ببینید استاد، این کودکان هر روز مصروف بازی هستند اما به مکتب نمی‌روند. استاد در جواب گفت: بازی کردن خوب است، اما آیندهشان چی می‌شود؟ بعد استاد تصمیم گرفت تا با وکیل آن محل صحبت کند که چرا این کودکان به مکتب نمی‌روند. استاد لینا و خانم زهرا هر دو برای صحبت کردن نزد وکیل آن محل که اسمش آقا سردار بود رفتند. خانم زهرا استاد را برای وکیل گذر معرفی کرد. استاد لینا گفت: سلام آقا سردار، من یک معلم هستم. کودکان این محل باهوش هستند، اما اگر فقط بازی کنند و درس نخوانند آیندهشان سخت می‌شود. بازی کردن خوب است، اما درس خواندن و رفتن به مکتب آیندهشان را می‌سازد. آقا سردار به سخنان معلم گوش داد و گفت: معلم صاحب شما درست میگویید، از امروز من با خانواده‌ها صحبت میکنم تا همه کودکان به مکتب بروند. استاد لینا گفت: تشکر آقا سردار، این بهترین تصمیم برای آینده کودکان است. و بالاخره چند روز بعد کودکان آن محل با خوشحالی به طرف مکتب رفتند. دوستان عزیز، بازی کردن خوب است، اما آموزش و درس خواندن آینده ما را میسازد. اگر هر کودک به مکتب برود، دنیا جای بهتر و روشن‌تر میشود.